داشتم برای یه چالش سخت آشپزی آماده می شدم. این ماهی خیلی سنگین بود، به زور رو زمین می کشوندمش. آخه خیلی چغر و بدن بود، انگار که داشتم یه ببر وحشی رو رام می کردم. با زور با یه زنجیر انداختمش رو درخت و تمیزش کردم. میخواستم این ماهی رو به طرز خیلی عجیب و متفاوتی مزه‌دارش کنم. گردوها رو سابیدم و بهش رب انار و آب انار زدم. ببین کباب ترش خوردی ولی ماهی ترش شاید نخورده باشی. این ماهی خیلی خاص بود. فقط با یه تماس با الودریا یه روزه به دستم رسید شمال. این ماهی 18 کیلویی با بالهای تیز و بارنده، اسمش چنگو دمزرده. اگه هوس ماهی جنوب کردی یه زنگ به الودریا بزن، هر ماهی بخوای به دستت میرسونه. پیجش رو تو کپشن گذاشتم. سس جادوییمو به همه جای ماهی زدم و گذاشتمش رو زغال. آخ آخ، صدای جیلیز ویلیزش جنگل رو پر کرده بود. وقتی یه تیکه از این ماهی کندم به خودم گفتم مهشاد دمت گرم، عجب ماهی درست کردی. تو همین ویدیو رو بفرست واسه اونایی که عاشق ماهی هن تا این دفعه ماهی رو اینطوری متفاوت درست کنن.